امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان مطابق بند 9 ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برای دادن رضایت برای به وظیفه معاون پروکورور گنرالی سرپروکورور حربی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن حیاتزاده فردوس جورخان و به وظیفه معاون پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن قاسمزاده خیرالدین شریفخان به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد ارسال نمودند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه آزاد نمودن سعیدزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سعیدزاده تاج‌الدین نیاز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حیاتزاده فردوس جورخان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمعه‌زاده محمود با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل اقتصادی آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خالقزاده جانیبک با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل حقوقی آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبداللهزاده علیشیر حمید با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار ریاست مدافع و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خدایارزاده خدایار بختیار بنابر سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار ریاست مالیه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم رئیس کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک تعیین نمودن خدایارزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند خدایارزاده خدایار بختیار معاون یکم رئیس کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سعیدزاده تاج‌الدین نیاز معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمعه‌زاده محمود سردار ریاست مالیه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبداللهزاده علیشیر حمید سردار ریاست مدافع و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خالقزاده جانیبک سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صابرزاده نورعلی میرعلی معاون سردار ریاست مالیه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان.